یقینا شما باز خواهید دید که من اینجا اگه صحبتی میکنم صحبتامو به هر حال چون مستقیم نیست، زنده نیست، یه چیزیشو پخش میکنن، یه چیزیشو پخش نمیکنن و به دلخواه میشه و به گونه ای شده که به قول شما به ما میگن گلادیاتور. اما خدا رو شکر شما بهره گلادیاتور فکر میکنم یه سری ابزار نیاز داره که ما اون ابزارا رو نداریم. تاریخ نمیشه مقام چهارمی فوتسال رو پاک کنه. حالا دوستان هر چقدر تلاش کنن من وظیفه‌مو انجام میدم و مبارزه میکنم با فوتبال ناپاک، چه میخواد تو زمینه مربیاش باشه، چه میخواد تو زمینه تماشاچیاش باشه، چه میخواد تو زمینه داوراش باشه، چه میخواد تو زمینه مدیراش باشه. من این کارو خواهم کرد و دیگه تنم هم انقدر نیزه زدن به قول معروف که باید عرض کنم دیگه چجوری بگم، دیگه ضد آهن شده. شما نگاه کنین مثلا یکی از این آقایون مدیر عاملا 3 بار در طول هفته گذشته به من توهین کرده، اصلا بهشون ربطی نداشته. آقای عابدینی رو عرض میکنم 3 بار دیگه گفته که مالکان ناخوشه، یعنی من دیوونم. گفته که مالکان ظرفیت روانیش تموم شده، یعنی من دیوونم دیگه. بعد میاد مصاحبه میکنه میگه آقای مالکان معنی حکیم باشی دیوونه بودن نیست. ببینید چه جوری حرفا رو این ور اون ور میکنم. بابا تو 3 دفعه گفتی به من گفتی مالکان ناخوشه، باشه چشم آقای عابدینی، من بازم گفتم به موی سفیدت احترام میذارم، اما از حالا به بعد سعی میکنم جواب تو بدم. آقای عابدینی من ناخوشم، ابی نداره، من نمیگم که، من میام به شما مراجعه میکنم، از اون داروهایی که شما مصرف میکنین منم مصرف میکنم و منم میخوام شنگول بشم، خوش بشم، به منم بدین اون داروها. من وظیفه دارم و وظیفه‌مو انجام میدم. اگه منم میتونستم آسته بیام آسته برم و خیلی بیشتر از آقایون دیگه درآمد داشته باشم و به دنبال این پولا نیستم. و عرض کردم ما نه گلادیاتوریم نه عضو میخوام با کسی سر جنگ و دعوا داریم.